اگر به دنبال کشف یک فرصت خاص در دنیای پرهیجان و پرتحول بازار کریپتو هستین، این ویدیو مخصوص شماست. امروز میخوایم درباره یک ارز دیجیتال صحبت کنیم که پس از سالها رکود و حواشی مختلف دوباره برگشته به صحنه و حالا همه چیز برای رشد اون آماده است. این ارز نه تنها در حال جلب توجه سرمایه‌گذاران، بلکه نشانه‌هایی از یک آینده درخشان رو داره به ما نشون میده. با بهبود اوضاع و اخبار مثبتی که پیرامون اونه، تحلیلگرا پیش بینی کردن که این ارز میتونه به یکی از بهترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل بشه. اگر شما هم به دنبال یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه و پربازده هستین، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین تا جزئیات بیشتری رو بررسی کنیم. سلام، من آنایتا هستم و شما در حال تماشای چنل ما هستید، جایی که ما به بررسی فرصت‌های پرسود سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. امروز به صورت مشخص می‌خوایم راجع به یک ارز دیجیتال آمریکایی صحبت بکنیم. ریپل اسم این ارزه، اسمی که خیلی ها از سالهای گذشته شنیدن و به دلیل اتفاقاتی که پیرامون شرکت ریپل افتاد در سالهای اخیر کمرنگ شد. حالا چرا ما به آمریکایی بودن اون تاکید میکنیم؟ به این خاطر که از یک ماه گذشته، تقریبا یک ماه و نیم گذشته که پرزیدنت ترامپ سر کار اومد، ورق به سمت این ارز برگشته و حالا شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ریپل آماده یک جهش بزرگ هست و این رو از روی نمودار ریپل و تغییرات قیمتی اون میتونیم مشاهده بکنیم. ما در ادامه ویدیو راجع به چارت ریپل صحبت میکنیم و نقاط حمایت و مقاومت اون رو مورد بررسی قرار میدیم. همینطور تحرکات نهنگ ها در ارز ریپل و همچنین مهمترین اخباری که پیرامون ریپل هست و میتونه بر قیمت اون تاثیر بذاره رو مورد بررسی قرار میدیم. بلافاصله وارد سایت کوین مارکت کپ میشیم. از اینجا میتونیم ببینیم که ریپل XRP در جایگاه سوم از این سایت قرار داره، یعنی بعد از بیت کوین و اتریوم. در حال حاضر قیمت ریپل حدوداً 2.14 و در 24 ساعت گذشته 6% بیش از 6% رشد کرده. قیمت 2.14 برای ریپل قیمت حیاتی محسوب میشه، چرا که در پامپی که ریپل در سال 2018 داشته دقیقاً به همین سطح 2.14 برخورد کرده، بعد از اون رفته تا 3.3 و یک کندل منفی زده و روندش برگشته. الان در واقع ریپل بالای سطح 1.9 که سقف پامپ قبلی خودش بوده سال 2021 قرار داره. ریپل در حال حاضر داره بین محدوده 1.9 و 2.14 نوسان میکنه، یعنی بین سقف دو تا پامپی که در سالهای گذشته داشته. حالا چیزی که مهمه برای ریپل و میتونه بهش کمک بکنه اینه که یه خبری بیاد. میتونه این خبر هر چیزی باشه، میتونه آلت سیزن باشه، میتونه یه خبر در رابطه با پرونده دادگاهی ریپل باشه، هر چیزی میتونه باشه. در هر صورت باید یک کمکی به ریپل بشه تا بتونه از این بازه 1.9 تا 2.14 یه جامپ دیگه رو بکنه و بره بالا. فعلا چیزی که داره میبینیم بر اساس اندیکاتورها داره یه زیرسازی رو انجام میده. اندیکاتورها وضعیت خوبی دارن و به نظر میرسه هدف 3.3 برای ریپل دست نیافتنی نباشه. میتونه به اونجا برسه و بعد از اون در صورتی که بازار هم همراهی بکنه میتونه تارگت های بعدی رو بزنه. خب ما اینجا نمودار روزانه ریپل رو داریم و مورد بررسی قرار میدیم. در اندیکاتور مکتی ما اشباع خرید رو داریم تجربه میکنیم، اما وضعیت کندلا وضعیت بدی نیست، دقیقاً در همین نقطه قرمز رنگ. در واقع میتونیم بگیم که ما در کوتاه مدت میتونیم به حوالی عدد 2.1 امیدوار بشیم، یعنی که ریپل بر اساس نوساناتی که در این محدوده داره میتونه تا سطح 2.1 پایین بیاد و بعد برگشت بخوره. سطحی که الان روی نمودار مشخص میکنم تا بهتر متوجه بشین، دقیقاً همین سطح میتونه توی حرکتی که داره نوسان بکنه به این سطح بخوره. البته چیزی که اینجا اهمیت داره اندیکاتور الیگیتوره. اندیکاتور الیگیتور یک مقداری سه خط میانگین اصلا فاصله گرفتن و در واقع در این حالت میگن که تمساح دهنش باز شده. دقیقاً این فاصله رو با فرش من مشخص کردم که متوجه بشین. تو این ناحیه میگن که تمساح دهنش باز شده و وقتی این اتفاق میفته میره به سمتی که میخواد کندل رو ببنده. ریپل برای اینکه بتونه مسیر
خودش رو ادامه بده باید در این محدوده چند تا کندل بزنه تا این فاصله جمع‌تر بشه، دقیقاً مثل همون نقطه‌ای که حرکتش رو داشته آغاز می‌کرده و بعد ادامه روندش رو بره. در این صورت میتونه یه نمودار خوبی رو داشته باشه. و چیزی که اینجا مشخصه اینه که ریپل در همین محدوده نوسان میکنه و میتونه تا سطح 2.1 پایین بیاد. دقیقا همین سطحی که الان روی نمودار مشخص میکنم. بله، تا اینجا میتونه پایین بیاد و فعلا در همین سطح. برای اینکه بتونه از این سطح خارج بشه، از این محدوده قیمتی خارج بشه، باید که یه سری تراکات قوی تری رو داشته باشه و در صورتی که 2.1 رو از دست بده، حمایت بعدی که در انتظار ریپل هست حمایت 1.3 میتونه تا 1.3 بعد از اونم پایین بیاد که خیلی بعیده به این نقطه برسه. و البته در صورتی که این ناحیه حمایتی 2.1 رو از دست نده، میتونه تا هدف 3.3 پیش بره و اون هدف 3.3 نزدیکترین مقاومتیه که پیش رو داره. حالا که در این نقطه 2.1 ریپل خریداری بشه یا نه خیلی به ریوارد بریز که اون بستگی داره. اگر که بتونه 2.1 رو به سمت بالا بشکنه و تا 3.3 پیش بره، به احتمال 49% امکان رشد وجود داره و در صورتی که روند برعکس بشه و 2.1 رو به سمت 1.3 بشکنه و به سمت پایین بیاد، احتمال 64% وجود داره. پس ریوارد بریزکش در این نقطه منطقی نیست. بعد از بررسی نمودار ریپل و اینکه چطور میتونه از این محدوده خارج بشه، ما میپردازیم به مهمترین اخباری که پیرامون ریپل وجود داره و میتونه در جامپ ریپل به اون کمک بکنه. خب اولین خبری که هست استیبل کوین ریپل RLUSD نماد استیبل کوین ریپل هست که 2 روز گذشته خبر تاییدیه اون اومده و حالا آماده ارز است که البته تاثیر 10% هم در رشد قیمتی ریپل داشته. اما چیز دیگه ای که باعث رشد ریپل میشه تحلیف دونالد ترامپ و استقرار اون در کاخ سفیده. به این خاطر که ترامپ اعلام کرده که سیاست‌های حمایتی در رابطه با بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال داره و به صورت مشخص قصد داره که از ارزهای دیجیتال آمریکایی که ریپل هم شامل اونها میشه حمایت بکنه. اما خبر مهم بعدی که توسط ترامپ هم رقم خورده، خروج رسمی گری گنسلر از بورس اوراق بهادار و جانشینی پول اتکینز که موجب خوشحالی طرفداران ریپل شده، به این خاطر که بخش عظیمی از پرونده ریپل که همچنان در جریانه توسط گری گنسلر و قوانین سختگیرانه اون در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال رقم خورد. حالا پول اتکینز جانشین اون شده و یه شخص معتدل‌تری نسبت به در واقع بازار ارزهای دیجیتال و در سابقه کاری خودش همواره منتقد اصلی گری گنسلر در رابطه با سیاست‌های سختگیرانش بوده. و اما حل و فصل شدن پرونده ریپل که در واقع طی اون اعلام شده بود که ریپل قوانین بازار بورس اوراق بهادار رو رعایت نکرده، در صورتی که این اتفاق بیفته و این پرونده مرتفع بشه توی قیمت ریپل تاثیر بسزایی داره، به این خاطر که علت فرسایشی شدن قیمت ریپل در سالهای گذشته باز شدن همین پرونده بوده و به نظر میرسه با توجه به چینش جدید سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا این اتفاق بیفته. و اما آلت سیزن در واقع محرکیه که میتونه همه آلت کوین ها رو به سمت بالا رشد بده. الان شاخص آلت سیزن در محدوده 65 قرار داره. برای اینکه ما بتونیم بگیم که وارد آلت سیزن شدین باید این عدد به 75 برسه. پس فعلا ما آلت سیزنی نداریم. اما در پایین یه لیستی از 100 کوینی که در واقع در 90 روز گذشته تونستن بازدهی خوبی رو کسب بکنن، در این حال که آلت سیزن هنوز اتفاق نیفته، توی این تصویر مشخصه که ریپل هم جزو همین آلت کوین ها هست. در صورتی که آلت سیزن اتفاق بیفته ما میتونیم یه جامپی رو از همه آلت کوین ها به ویژه آلت کوین های پرپتانسیل مثل ریپل مشاهده بکنیم. برقراری ارتباط بین شرکت ریپل و بانک‌های بزرگ و همینطور تایید ETF های ریپل هم از اخبار دیگری هست که پیرامون این ارز دیجیتال وجود داره و همه اینا دست به دست هم میده تا به این نتیجه برسیم که هولدر ریپل شدن ارزشمنده.
و اما ریپل انقدر جذاب شده که نهنگ‌ها هم به سراغ اون اومدن. در یک ماه اخیر حرکت نهنگ‌ها در این ارز محسوس بوده و رقم‌های بالایی رو حتی تا 1 میلیارد دلار هم جابجا کردن در این ارز و همینطور در 24 ساعت گذشته هم رقم 144 میلیون دلار بین والهای بازار در این ارز جابجا شده. و اما بعد از اینکه ریپل در سایت کوین مارکت کپ تونست رتبه خودش رو ارتقا بده و به جایگاه سوم برسه، تحلیلگرا بررسی بیشتری روی این ارز داشتن و احتمال افزایش قیمت اون رو بیش از اتریوم و بیت کوین میدونن. بر همین اساس فارا OHX فعال بازار کریپتو در حساب ایکس خودش اعلام کرده در سال 2025 احتمال 10 برابری شدن XRP قوی تر از احتمال 10 برابر شدن بیت کوینه، به این خاطر که اگر XRP 10 برابر بشه به ارزش 25 دلار میرسه، اما اگر بیت کوین بخواد قیمتش 10 برابر بشه به ارزش 1 میلیون دلار میرسه و این خیلی منطقی نیست. و همچنین در تحلیل دیگری که در رابطه با ریپل وجود داره، اگرک کریپتو فعال برتر بازار اعلام کرده که ریپل در حال تشکیل الگوی دابلیو هست در نمودار قیمتی خودش و در صورتی که این الگو رو کامل بکنه میتونه تا قیمت 27 دلار پیش بره. در کل با توجه به پتانسیل رشدی که ریپل داره و همینطور نمودار خوبی که تا الان ساخته، احتمال اینکه در سال 2025 بتونیم یک جامپ قوی رو از این ارز مشاهده بکنیم بسیار وجود داره. بر همین اساس ما در ویدیوهای بعدی هم راجع به ریپل بیشتر صحبت میکنیم و روند قیمتی اون رو بررسی میکنیم. امیدوارم این بررسی بتونه به شما کمک بکنه تا سود بیشتری از بازار کریپتو کسب بکنین و همه شما رو به خدای مهربان میسپارم.